مادر جان شما را کجایم این صدای همون جوانی است که در زندگی به قدر مادر نرسیده بود. روی و موی میکرد اما صبحی نداشت. چرا؟ مادری من هست عزیز و محترم، لازم است او را کنم تاجی سرم. مادری من هست عزیز و محترم، لازم است او را کنم تاجی سرم. میکند بعضن ولی بر من علم، بر من علم. من چی کار کردم برای مادرم؟ میکند بعضن ولی بر من علم، بر من علم. من چی کار کردم برای مادرم؟ بهری فرزندم خریدم هر قدر، پیسته و بادام و قند و مال و زر. کردم از انجیر مربا بر پیسر، کردم از انجیر مربا بر پیسر. لک شکار کردم برای مادرم، کردم از انجیر مربا بر پیسر. لک شکار کردم برای مادرم. از سفر سوغات برای دخترم، از فلان بازار برای همسرم، از فلان بازار برای همسرم. جانی خود کردم فدای پسرم، لک چی کار کردم برای مادرم؟ جانی خود کردم فدای دخترم، آ دخترم. لک چی کار کردم برای مادرم؟ خانه و حولی عمارت ساختم، بهری فرزند و زنم باغ و چمن. بهری فرزند و زنم باغ و چمن. لک دعا گوی مادرم بیچاره زن، لک دعا گوی مادرم بیچاره زن. من چی کار کردم برای مادرم؟
لک دعا گوی مادرم بیچاره زن من چی کار کردم برای مادرم فرخ کودک رو ترسونده اون رو بیفتا شود و سرت ما جواب بگویی بحری بگانه منم چون آفتاب بحری بگانه منم چون آفتاب از گناهایم مرا جان در عذاب بر خداوند میدیم روز جواب بر خداوند میدیم روز جواب من چی کار کردم برای مادرم بر خداوند میدیم روز جواب من چی کار کردم برای مادرم مادری من هست عزیز و محترم لازم است او را کنم تاجی سرم مادری من هست عزیز و محترم لازم است او را کنم تاجی سرم میکند بعضن ولی بر من علم بر من علم من چی کار کردم برای مادرم میکند بعضن ولی بر من علم بر من علم من چی کار کردم برای مادرم من چی کار کردم برای مادرم فرزند عزیزم مرا ببخش که به اجازت به خانه میخواستم پیش از مرگم تو رو ببینم نبیرم را آغوش کنم سر کلینم را سیله نمارم ولی من نمیدونستم که این آمدن من باعث خاطر پریشانی شما میکردم هرچند من همیشه چشم و راحت انتظار بودم ولی تو باری هم ولی مادرت رو نکشادی میخواستم سیری رو برایت باز کنم هنگام خردسال بودنت باری از بالای بام افتادی و یک چشمت رو سخت مجروح کردی دکتران میگفتند که هرچی زودتر باید برای چشم سالم را پیدا کنی وگرنه تو تمام عمر مجروح میمونی یکم فکر یک چشم رو برای بخشید چشم چی؟ اگر لازمی بود جانم رو برای طریق نمیدونشتم عزیزم تو با آن چشمم دنیا رو دریافتی ولی روح مادرت رو دیدن نمیخواستی راحت بر خدا فرزند جگرمند 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 جگرمند
وای مادر جان چیکار کردم؟ وای چیکار کردم؟